دوستان عزیز، ما قرار داریم در دانشگاه UCL در لندن امروز در اینجا بخشیده به جشن نوروز عالم افروز جشنواره یعنی فستیوال بهار آسیای مرکزی برگزار گردیده ایستاده است. در اینجا هر یک دولت آسیای مرکزی با میز عیدانه نوروزی اشتراک کرده ایستادند، طعام‌های ملی، سر و لباس‌های ملی خود را به نمایش گذاشتند. Navruz ayyomingiz muborak bo'lsin. Navruz qutlug' bo'lsin. Navruzton muborak, Sal navton muborak. No'ruz bayramimiz ham muborak bo'lsin. Navruz bayramimiz muborak. در واقع نوروز عجم امروزها در ممالک غرب هم وسیع تجلیل گردیده ایستاده است. جشن نوروزی و فستیوال بهار آسیای مرکزی که در یکی از اونیورسیت‌های با نفوذ بریتانیای کبیر برگزار شد، بهر همجهت نمودن جوانان منطقه، رشد رابطه‌های مدنی و معرفی و در عرصه بین المللی معرفی نمودن ایمیج ایجابی آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. در آن جوانان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، اینچنین نمایندگان دایره‌های اکادمیکی بریتانیای کبیر و دیگران شرکت ورزیدند. London markazida O'rta Osiyo davlatlari birgalashib hammamiz Navruz bayramini nishonlashda yig'ildik. Bugun siz O'rta Osiyodagi 5 davlatda madaniy merosini ko'rib tanib chiqsangiz bo'ladi. Har xil davlatlardan mehmonlarimiz tashrif buyuryapti va biz ularga O'zbekiston yoshlari sifatida o'zimizning milliy kiyimlarimizni, sumalak ovqatimizni va boshqa vatanimizni chiroyli taraflarini ko'rsata oladigan magnitlarimizni va milliy do'ppilarimizni ko'rsatyapmiz. Ayniqsa do'ppilar haqida, ularni o'tmishdagi tarix haqida gapirib beryapman va ustimdagi kiyimdan ko'rib yoqtirib bizni narsalarimizni olishyapti va faqat yoqtirish emas, uni orqasidagi tarixi, ya'ni aynan qanaqa matodan tikilgan, bu mato qanday tayyorlanadi, paxta haqida juda ham ko'p ma'lumot so'rashdi. باید ذکر نمود که نوروز نه فقط عید بهاری، آغاز سال نوی شرقانه و جشن ملی است، بلکه آن تمثال تنجی و آسودگی، رمز دوستی و رفاقت و همجهتی بین المللی است. این بود که در این چاره‌بینی نمایندگان ملت‌های گوناگون با نمایش سر و لباس و عنعنه و مراسم‌های گوناگون ملی خود اشتراک داشتند. Ассаламу алейкум. Я представляю уйгурскую общину Великобритании. Hammalarning Novruz bayrami muborak bo'lsin. Azərbaycan xalqı adından Orta Asiya xalqlarına əmin-amanlıq arzu edirəm. Sülh, həmişə bolluk olsun inşallah bizim ölkələrimizdə. نوروز را مردم فارس زبان با شکوه و شهامت خاص تجلیل می نمایند، زیرا پیدایش این عید با نام شاه معروف جمشید وابسته است. از این رو جوانان زیادی از کشورهای فارسی زبان هم به این فستیوال آمده عنعنه و مراسم‌های باستانی ملت خود را معرفی کردند. بسیار زیاد یک جشن مهم است برای ما، برای فرهنگ ما، برای تاریخ ما. به این که در افغانستان کلان نشدن، اما نوروز کوشش میکنم با شوکت و خوشی جشن بگیرم. هفت میوه است چیزی که در افغانستان ساخته میشه. میوه خشک و آب چند روز قبل از نوروز تر میشه و باز در روز نوروز با شیرینی امو رو میخوریم و سال نو آغاز میکنیم. در جریان چاره‌بینی نمایش هنرهای مردمی، اجرای سرودهای ملی و معرفی طعامهای ملی مردم منطقه آسیای مرکزی نیز دایر گردید. باعث خرسندی بود که در برابر دیگر خوراک‌های ملی، آشی پلوی سمرقندی هم با بوی خوش و اشتها آورش فضای نمایشگاه را فرا می گرفت. نوروز نوبهاران بر دوستان مبارک، فصل گل است لاله بر بوستان مبارک. امروز جشن نوروزی در مرکز لندن همه جمع آمدن، نوروز رو جشن میگیرن و ما به خدمت اونها پلوی سمرقندی میرسانیم. دوستان عزیز، همه شما رو با این فصل بهار، عید نوروز از صمیم قلب تبریک میگویم. همیشه مثل بهار سبز و خرم باشید. نوروزتان مبارک دوستان.
17مین فستیوال بهار آسیای مرکزی که با تشبث دانشجویان ازبکستانی و قزاقستانی که در یکی از دانشگاه‌های با نفوذ لندن UCL تحصیل می‌گیرند تشکیل کرده شده بود، چون هر ساله به طور خاطرماندایر گردید که آن را اشتراکچیان چاره‌بینی نیز تاکید نمودند. جشن جمشیدی نوروز خدمت تک تک فارسی زبانان، نوروز باوران، چی در افغانستان است، چی در تاجیکستان است، چی در ایران است و چی در آسیای میانه، قزاقستان و ازبکستان و سایر کشورها، از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوار هستم یک سال مملو از آرامش، تندرستی و شادکامی در پیش داشته باشیم. Novruz bayramınız kutlu olsun. فروخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان.